در برنامه معرفی فیلم این هفته به معرفی یک فیلم سراسر ارزشی و ولایت مدارانه از ژانر دفاع مغمپز به نام ضد گلوله میپردازیم که به سفارش دلواپسان نظام ساخته و پرداخته شده تا بسیجیان کف بر جان بر کف را در حال و هوای جبهه‌های لق علیه باطل نگه دارد. در سکانس اول این فیلم با شخصیتی به نام سلیم آشنا می‌شویم که از اراذل و اوباش تابلو محله‌شان است و تو کار عکس، نوار، پاسور، شوهندی و قص علازالک می باشد. سلیم در این سکانس در حالی که حالی به هولش می دهد و پوکی به سیگار می زند شخصیت یک آدم ضد جبهه و مبهه و ضد ارزش‌های نظام و این حرف‌ها را به خوبی نشانمان می دهد. درست در نقطه‌ای که سلیم در حال گوش کردن به آهنگ‌های مبتذل طاغوتی است، ناگهان کارگردان می‌بیند که اوضاع دارد سیت می‌شود و الان است که بسیجی‌ها برن تو خط این کارا و خلاصه شرشر ریزش شروع شود. به همین خاطر یک بسیجی کشته مرده جبهه را وارد صحنه می‌کند تا نشان بدهد که اون موقع‌ها اینجوری نبوده که همه تو کار نوار و این حرفا باشن. بعضی‌ها هم هلاک جبهه رفتن بودن. ایناناش هشتت گرون نوعته یا کجا عمل بکنی به خیال جبهه که چی؟ درسته خدا بزرگ آقا سمی وظیفه است. چه وظیفه‌ای بچه جون؟ ببخشید اومدی ما رفتی شهید شدی. این بابا تکلیف چی میشه؟ طفل معصوم خالد انداختی مسئولیت کی؟ خودت که میری اونجا اشغال میکنی، اونجا که پر اموریه. آقا سلیم این حرف چی میزنی شما؟ شهادت یه فیض پربرکت آقا. ولکم بابا. در سکانس بعدی یارو نوار فروشه میخوره به پست مامورا و بیننده شاهد یک صحنه بسیار مهیج تعقیب و گریز میگردد. ببرش من دنبال یکی. جون مادر دل کن بابا چیزی نیستش که. دوست گرفت. الله اکبر الله اکبر. در جریان این فرار بزدلانه سلیم به این نتیجه میرسد که برای خلاص شدن از دست گشت کمیته بهترین راه این است که تا چند وقت آفتابی نشود و بهترین جا برای مخفی شدن جبهه است. وقتی سلیم تصمیم سرنوشت ساز خود را با همسرش در میان میگذارد، همسر او در جمله‌ای بسیار تاثیرگذار که یکی از دیالوگ‌های استثنایی تاریخ سینماست، انگیزه‌های والای خود برای ارسال شوهرش به جبهه را برملا می‌کند. اینجاست که می‌فهمیم به قول امام از دامن زن چگونه مرد به معراج می‌رود. برو. یعنی شهید چی؟ یه خانم زمانی از تو کوچمون از اون موقع که شوهر شهید شده یک عزت و احترامی داره، بیا و ببین. خوش به سعادتش. سلیم میگم شهید چی؟ کوچمون هم اسمش عوض میشه خیابان سیمتری، کوچه شهید سلیم پرتکانی، مایه خجالت و آبروریزی برای من و همه فامیل. بدین ترتیب سلیم که اکنون حاج سلیم شده با نوای کاروان رخت می‌بندد از جهان و تصمیم می‌گیرد به صفوف آشولاش رزمندگان نظام بپیوندد. سکانس خداحافظی سلیم با اهل و عیالش یکی از سکانس‌های کمدی ملودراماتیک این فیلم است. به این ترتیب جهانیان می‌فهمند که خانواده‌های ولایت مدار با چه عشقی عزیزانشان را هل می‌دادند تو جبهه. سلیم مشغول و زمه 7 پشت منی، اگه فقط به خاطر حرف من میخوای بری. سلیم مدیون منی اگه پشیمون بشی. نه بابا.
شده حسابی جا بهتر از اینجا نبود بیای؟ هم رفتنی شده بوده. چی؟ دارم میرم جبهه. اون جای امنی که میگفتیم از روی جبهه بود؟ این خیلی هفت خطی مامورا ریخته بودن در خونه. بگو جون آقا. به جون آقا. همزمان با ورود سلیم به خط مقدم، بیننده با یکی از فرماندهان شپشوی جنگ مواجه می شود که طرف با جملاتی بسیار تکان دهنده و بسیجی کش همین جوری لیتر انگیزه تزریق می کند به بدن بسیجیان. وقتی اومدی اینجا از کل دنیا باید ببری. به دنبال این حرفهای جوشنده و خروشنده فرمانده شپشو، همه بسیجیان فرار را برقرار ترجیح می دهند و می روند سر خانه و زندگیشون. این وسط فقط قهرمان اسکل فیلم که همون سلیم، ببخشید حاج سلیم باشه باقی میمونه. ادبیات دفاع مقدس در سرتاسر این فیلم بال میزند، به گونه‌ای که با شنیدن تنها یک جمله از دیالوگ‌های مؤدبانه بسیجیان این فیلم، معاندان به مخالف و مخالفان به منتقد و منتقدان به عاشقان ولایت تبدیل می‌شوند. شوخی کردم اولاغ، از اینجا به بعد دیگه خطریه، منطقه جنگیه. ناراحت میشی بهت میگم اولاغ؟ نه، ما اولاغا رو دوست دارم برای اینکه خیلی خرن. منم واسه همین هر کیو که دوست دارم بهش میگم اولاغ. اینجوری باهاش احساس راحتی میکنم. سکانس بعدی این فیلم صحنه رویارویی جنگ نرم و دفاع مقدس با هم است. سلیم که ترک عادت نوار فروشی برایش یک مرض شده است، در خط مقدم هم مرض ریخته و این گونه قاپ رزمندگان ولایت را می‌دزدد. سلیم خدا بگم چی کارت کنه؟ این نواره چی بود گذاشته بود؟ حماسی ترین صحنه این فیلم که سلیم را تبدیل به یک قهرمان ریشدار می کند، پلانی است که نشان می دهد چنگ زدن بر دامن ولایت، به شرط آنکه دامن پایش باشد، چگونه بسیجیان را در برابر هر گونه بدبختی، از شلیک تانک بگیر تا تحریم و قص الهازا ضد گلوله می کند. نگاه 600 تا گوله اومد، یه دونش به سلیم نخورد. ای بنازم کارگردان. گیر بخشی رو خفه کنه! من میکنم! تو نه اینی! خانمدی! بگیرش! سلیم! بزن یا نزن! بزن تو قلب! راست میگین بزنین تو قلب. اینی نزنش! الله اکبر! الله اکبر! سلیم! چرا زدی؟ سلیم زدمش! سلیم جان دیدی؟ زدمش! زدمش. من این مرض داری کار تمام بوده. به دنبال این معجزه بزرگ در تاریخ فیلم‌های جنگی دنیا، تحول عمیقی در سلیم رخ می‌دهد که کارگردان برای اینکه یک نمه فیلم عرفانی شود، یک فرشته مهجبین را به سراغ سلیم می‌فرستد تا او را از تهوع درونیش با خبر کند. من اومدم یه چیز فرشته چرا ریشو در اومد؟ فردا به آرزود میرسی. یعنی چی میشه؟ تو فکرت، نیتت عوض شده. فردا روز توی. از بدشانسی سلیم، تحول درونی او میخورد به زهر خوردن امام و تجارت آبروی امام راحل و جنگ تمام می شود. اتفاق آرا به تصویب رساند. متن قرنامه 598 یک، ایران و عراق یک آذری بست فوری را رعایت کرده به تمامی عملیات نظامی در زمین، دریا و هوا خاتمه داده. جنگ تمام شد؟ یعنی جنگ تموم شد. سکانس پایانی فیلم همه حرف را یک جا در حلق بسیجی فرو می کند. سلیم که قهرمان بلا منازع جبهه بود، با پول حاصل از سهمیه رزمندگان و آزادگان و قص علا اینها، کامپیوتر، دستگاه مسگاه و ست خریده است و دوباره بساط نوار فروشی را علم کرده است.
نتیجه‌ای که از این فیلم میگیریم این است که دوران جبهه و قهرمانبازی و دفاع و هافبک پیستون چپ و راست مقدس گذشته. نوا رو بذار، زهرم بریز، برو بالا به سلامتی پنجه به علاوه 1. چی شد؟ خوبی؟ خوبی؟ سلام پیشا. این که مال فشار کاره دیگه. مرد حسابی تو این یه هفته 2000 تا دیویدی کپی کردی. تمام شهر لاس برداشته. ترکونیم. فعلا که شهر داره درست سر میچرخ. این که 20 سال داره میچرخ. میگم نظر این دفعه. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن صدا صدای